روز 30 январ سال 2024 پرزیدنت تاجیکستان امومعلی رحمان در صف حکومتش باز یک سلسله تغییرات کادری به عمل آورد. از جمله میرزازاده مظفر به وظیفه معاون یکم رئیس ولایت ختلان و کریمزاده جمشید و عبدالسلامزاده انزورت به وظیفه معاونان رئیس ولایت ختلان، قربانزاده سهیلی به وظیفه معاون یکم رئیس ولایت سوخت تعیین گردیدند. در عموم امومعلی رحمان روز 30 ینور در صف حکومتش 40 تغییرات کادری به عمل آورده است. از جمله روز 30 ینور با فرمانهای پرزیدنت و قرارهای حکومت اساساً با سبب به کار دیگر گذاشتن اینها برکنار شدند. برادزاده فیض‌الله رجب از وظیفه رئیس شهر بختر، اسدزاده دلشاد از وظیفه رئیس شهر نورک، جبارов غفور از وظیفه رئیس نویه شهر توز، رحمان اسلامیدین از وظیفه رئیس نویه دنغره، میرزازاده مظفر از وظیفه رئیس نویه خوبلینگ، شریفزاده لطفیه از وظیفه رئیس نویه مومن‌آباد، خالمراد رحمان از وظیفه رئیس نویه جلال‌الدین بلخی، خالزاده بابیشو از وظیفه رئیس نویه فیض‌آباد، مقیم رحمان جان از وظیفه رئیس نویه رشت، قدرتزاده طاهر از وظیفه رئیس نویه جبار رسولوف، غفورزاده عبدالخلیل از وظیفه رکتور مؤسسه دولتی اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، جعفرزاده لطافت با سبب رسیدن به سن نهایی در وظیفه سوجه بودند از وظیفه رئیس سود نویه دوستی ولایت ختلان، عبدالرحمنزاده بختیار از وظیفه رئیس سود نویه 5 ولایت ختلان، مجیدزاده فردوس از وظیفه سوجه سود شهر لوکند ولایت ختلان، مومنزاده عبدالجلیل از وظیفه سردار خدمات ضد انحصاری، سفروف شادی از وظیفه رکتور دانشگاه تربیت جسمانی تاجیکستان، عبداللهزاده قربانشاه با سبب به نفقه برآمدن از وظیفه دیرکتور مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای کودکان لیاقتمند در نویه دنغره، کمال‌الدین‌زاده الیاس‌الدین از وظیفه رهبر ماموریت منطقه آزاد اقتصادی سوخت آزاد کرده شدند. اینها تعیین شدند: میرزازاده مظفر به وظیفه معاون یکم رئیس ولایت ختلان، کریمزاده جمشید به وظیفه معاون رئیس ولایت ختلان، عبدالسلامزاده انزورت به وظیفه معاون رئیس ولایت ختلان، قربانزاده سهیلی به وظیفه معاون یکم رئیس ولایت سوخت، مومنزاده عبدالمجید اجرا کننده وظیفه رئیس شهر بختر، شریفی فیروز اجرا کننده وظیفه رئیس شهر نورک، مومنزاده مستوره اجرا کننده وظیفه رئیس شهر لیوکند، سوریزاده ناصر مرادبک اجرا کننده وظیفه رئیس نویه خراسان، سلیمزاده سجویدین اجرا کننده وظیفه رئیس نویه دنغره، امیرزاده سیفعلی رئیس نویه مومن‌آباد، خالقزاده رستم رئیس نویه جلال‌الدین بلخی، نبیزاده فرخیدین اجرا کننده وظیفه رئیس نویه خوبلینگ، عبداللهزاده تقای اجرا کننده وظیفه رئیس نویه شهر توز، کریمزاده منصور اجرا کننده وظیفه رئیس نویه فیض‌آباد، ایدیزاده زرینه اجرا کننده وظیفه رئیس نویه رشت، یلداشزاده المپیک اجرا کننده وظیفه رئیس نویه جبار رسولوف، سفرزاده دوران به وظیفه رکتور مؤسسه دولتی اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، عبداللهزاده محمدشاه رکتور دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سید مومن رحیموف، کریمزاده شورت دیرکتور مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای کودکان لیاقتمند در نویه دنغره ولایت ختلان، نموزاده جمشید دیرکتور مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالیاقت در شهر ایسار، دولتزاده سلیم معاون رئیس کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و محمدزاده محمد رهبر ماموریت منطقه آزاد اقتصادی سوخت تعیین کرده شدند. در تاجیکستان تعیینات به اکثر منصب‌ها از رهبریت و اعضای حکومت تا رئیسان ولایت و شهر و نویه‌ها و حتی سرداران میلیڅ و بازرسی دولتی اتومبیلی و سودجه‌ها با فرمان و قرارهای امضا کرده پرزیدنت امومعلی رحمان و یا با روزگی او صورت میگیرند. بسیاری ها چنین شیوه سیاست کادری را چندان سودمند نمیشمرند و بر اینند که از دوشنبه انتخاب شدن رهبران اداره ها و حتی نویه های دوردست باعث به منصب های دولتی تعیین شدن شماره زیاد افراد تصادفی و نالایق شده، از طرف دیگر دیگ منصب فروشی را برای برخی مسئولان فساد زده گرم نگاه می دارد.